سلام و درود خدمت تمامی شما ملت ایران، ملت همیشه در صحنه. باز هم که میبینیم یک حماسه دیگر خلق کردید، باز هم تاریخ را از ملت‌های دیگر دزدیده و آن را اجرا میکنید. دمتان گرم، سرتان بلند. و معنای عشق، این واژه پر از رمز و راز رو بشنویم از زبان ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی. میخوایم از چند تا از هموطنانمون در مورد عشق، این کلمه پر از رمز و راز، سوال بپرسیم و نظرشون رو بدونیم. عشق، نظرتون راجع به این کلمه چیه؟ خوب دای جان، خوبه، فقط همین وقتش زیاد کنید. یکم چیو؟ مگه همین فیلم عشق رو نمیگی؟ آقا کات کن. چی داری میگی؟ شبکه صدا سیما ایرانه. به نظر من که سمر از اولم باید میره با همین محمد خاک تو سر میشد. کدوم محمد بیگو میگم دیگه. آخرین کادویی که به عشقتون دادید چی بوده؟ خرس گندا. احسنت، شما هم مثل بقیه افراد جامعه خرس، این نماد عشق رو به همسرتون هدیه دادید، درسته؟ نه جدا رو ترا میگو. وسط این همه مشکلات مالی و اقتصادی کشور عمده از عشق حرف میزنی؟ روسه کو بچه حقوقرن مریضه خونه سختگو. شوفت. ببخشید. میریم خدمت یه نفر دیگه از هموطنان. بابا میبینم واسه یه روز عشق کلی کادو گرفتید، مبارک باشه. اینا رو به کی میخواید تقدیم کنید؟ به عشقم، به بهترین یارم. خب به ما اسمشو بگید و توی یک جمله روز عشق رو بهش تبریک بگید. اسمش کدومو بگم؟ این فیلمو پخش میکنید؟ نه پخش نکن. من برم. کجا آقا کجا؟ ملت نیستن که. شما نظرتون راجع به روز عشق چیه؟ روز عشق؟ ما روز عشق نداشته، ما ماه عشق و شهر عشق داریم. کجا؟ هورمزگان دیگر، شهر عشاق پارسی. من از وقتی ایران آمد و ازدواج کرد، هر ماه با همسر به هورمزگان رفته و آنجا عشق خود را جشن میگیریم. احیانا از فامیلای همسرتون کسی اونجا نیست؟ بله چند وقتی است که پدری همسر به هورمزگان رفته و آنجا سکونت دارن. برو داداش، برو به خانومت سلام برسون، بگو دمت گرم، رو سفیدمون کردی ایرانی. من از همسرم خیلی ممنون هستم که من را با این شهر آشنا کرد. همسر، من تو را love you. ابوالفضلی به عقل جنم نمیرسید که هر ماه سفر هرمزگان اینجوری تو پاچه این بنده خدا کنه. دمش گرم. و عشق، این واژه عجیب و غریب. سکینه قرقزلون، نژاد مقدم، پور عرب، واحد خبرنگاری ایران اسلامی، قم.